سلام و درود دوستان عزیزی ما. اینجا بیناهای نوی ناتمام زمرد، اینا را فکرم ساله نمینم چند باید بینا کنند. خیلی بیناهای خوب میشه در اینجا اگر همه اینا اگر آباد باشند. همین سمتی که ماشینی BMW فرامد سمتی طرفی چارکوه میرفتگی است دوستان عزیزی ما. این در رسم خیلی که میبینید چایخانه که در پشتی 50 سامانه هست قرار دارد در همین آسایشگاه زمرد دوستان. این موسمی وقتی با آخر رسیدن مکتب تمام همین قریب که هر روز همین طلبای مکتب و ویپوسنیکا همش اومده در خود همین آسایشگاه زمرد رسم میگیرن دوستان. رسم میگیرن در این پشتی آسایشگاه، در این آسایشگاه با دوستان. اینجا واقعا یک باد هوای خوب دارد همین اصفهان. یک باد هواش هم به فکرم شفا بخش است. مثلا بعضی جا میشد که باد هوایی وزنین دارد، در اونجا آدمی هست که دائم بیمار میشد. لیکن همین باد هوای اصفهان خیلی است، خیلی تازه است. من همین تپه خیلی که در نوارم گفته بودم کمپانی اتسیل همین تپه این طرف گیم بس سمت زمرد عموما چارجی نیست. در همین منطقه که زمرد قرار داره چارجی نیست دوستان عزیزمو. کسانی که با میبیاین حتما برای خودتون در همون تلفناتون کینوها رو اسکچپ کرد. کسانی که با کینو سر و کار داره، شوق و ضعف داره تماشا میکنید وقتان گذراندن و میتونه کینو اسکچپ کرده و در اینجا تماشا کرده شنیه دوستو. حتی این خیلی اینترنتش خیلی سلاب است اینجا. اندک پیش یک باران گرفتگی بود، بارانی تیزگذر همه کوچه ها را درخت ها را شست. این زمین ها را اسفالت ها را تر کرد تا اینکه چنگ خواب نشود دوستان. اینم واقعا جای خوب است که زمرد برای دمگیری. کوههای اصفهان به فکرم همش خشک است، اگه چیزی به فکرم نمیروید. این دوستا آسایشگاه زمرد، این ویزیتگاه آسایشگاه. باقی سربلند و خانه آباد باشید. البته چیزی درستی را من برای شما نشان ندادم، اینه که به هر حال طبیعت زیباش پر از درخت‌های زردآلو است اینجا. واقعا مردمی اصفهان با زردآلو سر و کار دارن. یکی از بازارهای کلانی در تاجیکستان سوخافروختش میگود در خود همین اصفهان هست. من فکرم در دهه سوخت باشد دیگه که اونجا هست دوستان. به همه سربلندی و خانواده رو تمنا دارم که همیشه همه خرسند و خوب و صحت و سالم همیشه عمر به سر برن. لیم هیچ کس بیمار نشود و احتیاج به خیلی طبابت ها نشود. البته این بیماری هم یک نعمت است. از هر حال البته هیچ کس نمیخواد بیمار شدن، به همین خاطر خداوند همه را بیماری رو شفا دهد، تن صحت ها رو سرسبز و خرم گرداند. از سلامت باشید دوستو. این بود یک لحظه از باد و هوای
على منطقه اصفرای خصوصا زمره